خب این تموم شد. بیا نشونت بدم. ببین این عکسیه که من الان از این گرفتم، ولی یه عکس معمولی نیست، یه عکس سه‌بعدیه. ببین من میتونم دور این آبجکت تو این محیط بچرخم. مثلا این گوشه رو نگاه کن، این گوشه اونه که کاملا سه‌بعدیه. حالا بیا یادت بدم که چجوری باید بگیریش. ببین اول باید یه نرم افزار نصب کنی به اسم پلیکم. پلیکم رو نصب می‌کنی، با یه ایمیل توش رجیستر می‌کنی طبیعتاً. بعد واردش که میشین گوشه پایین یه عکس دوربین هست میزنی روی حالت فوتو، دوربین گوشه روشن میشه، این دکمه رو میزنی و شروع می‌کنی دور آبجکت چرخیدن. خودش هر چند ثانیه شروع می‌کنه یه عکس گرفتن. فقط باید حواست باشه که آبجکت تو باید از همه زاویه‌ها داشته باشیش، از زاویه‌های بالا، پایین، جاهایی که دیتیل داره، نزدیک. حداقل هم باید 150 تا عکس بگیری. حالا من این 150 تا عکس رو بگیرم. خب ببین بعد که تموم شد اینجا دان رو میزنی. این تنظیمات ما فعلا کاری نداریم، بعدا بهتون میگم چیه تو ویدیوهای بعدی، ولی اینجا آپلود هم پروسس رو میزنیم و صبر میکنی که کل اون عکسایی که گرفته بودی آپلود بشه روی سرورشون. A few moments later. 1% رفت. 3 days later. شاید باورتون نشه ولی هنوزم 2% شد. 2000 years later.